خبر پناهنده شدن آزاده نامداری در صدر خبرها وجود داشت، ساعتی پیش آزاده نامداری به ایران بازگشت، اما توسط ماموران امنیتی فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. آزاده نامداری پس از حاشیه‌های زیادی که در کشور سوئیس ایجاد کرده بود به کشور بازگشت. هنوز معلوم نیست که آزاده نامداری توسط کدوم نهاد امنیتی ایران بازداشت شد، اما اون چیزی که مشخصه آزاده نامداری با توجه به جایگاه سیاسی و البته اجتماعی که داشته همیشه مورد توجه مردم بوده، اما هنوز هیچ مقام و مسئولی مسئولیت این بازداشت رو بر عهده نگرفته و هنوز هیچ فیلم و عکسی بابت این بازداشت منتشر نشده. حتی شوهر آزاده نامداری هم راجع به این اتفاقات هیچ واکنشی نشون نداده. بعد ببینیم آیا تا ساعت آینده خبر از این حاشیه و اتفاق به بیرون درز میکنه یا نه. اما اون چیزی که مشخصه قطعاً آزاده نامداری با ممنوع التصویر مواجه خواهد شد.